میخوایم آب بنه درست کنیم. آب بنه آب پسته کوهیه که مناطقی مثل کرمان درست میشه. البته مسلما برای مناطق دیگه هم هست، ولی تو شهر کرمان زیاد درست میشه. پسته کوهی رو میدن آسیاب میشه، بعد به این شکل با آب جوش اینقدر با دست میمالن تا روغنش در بیاد. نیاز به مواد خاصی نیست، فقط آسیاب شده بنه، کمی آب جوش، رب انار و همین. یادی دار تا روغنش گرفته باشه. خب ما صرف میکنیم. داشته باشه ببینن روغنش برای زیباییش جدا میکنه، و الا اگر که در همین مرحله بعد این روغن رو چیکار میکنیم؟ میریزیم رو آب بنه. آب بنه رو درست کردیم، روغن رو روغن میریزیم. رو میریزیم روش، خیلی خوشگل میشه. یه حالت سبز و زرد. در حال اگر داخل اینم باشه خورده میشه، اون مدلی هم خورده میشه. این برای زیباییش این کارو از این مقدار بنه تقریبا این کاسه نصفه باید روغن در بیاد که دیگه ما الان در نمیاریم. برسیم اونا رو نرسیم توی خب الان آبای انار رو میریزیم روی بنه ها. فعلا دسته یه مقداری میریزیم. بقیه‌شم برسیم. انگاری که دقیقا ملات رنگش قشنگ نیست، شکلش قشنگ نیست، اما مزهش خوبه چون رب انار توشه. هست کش هست.
رنگشون خیلی سرخش تنگه. بعد تمام اینا میمونه. میدونی که بله یه پوست روش داره، پوست سبز پوستش رنگه، سفته. بله. یه پوست نرمی روش داره. بعد این استخونا وسطش. مغزم باز مثل همون پوست مغز پسته وسط این هست. خب حالا برای آسان ترین. خب الان میخوایم آبکش کنیم. آب بنا رو آبکش میکنیم، میریزیم تو آبکش که رد بشه یا همون صافی. مطمئنم مناسب نیست. از چه بابت؟ چون خیلی سوراخش ریزه. حالا امتحانش میکنیم. اگه بخوایم رنگ این خوش رنگ تر بشه چی میشه بشه اضافه کرد؟ این رو بعضیا همین نمک میزنن و فلفل میخورن، بعضیا پیاز توش خورد میکنن. نه رب انار بدون آب انار نمیشه اضافه کرد. یه مقدار رنگش همین. غذا ما آماده. حالا وقتی که اینم بریزیم روش، ببینید الان خودش یه ذره زردی ها رو میبینید هست. بله. حالا اینجوری بریزیم روش یا بیرون یه مدلی خوش کرده باشه. بس نمک و فلفل کم داره و نونی که بخوریم و نون تیریت میکنیم تو این مثل آبگوشت. حالا اگر کسی نون نخواد بخوره این همینجوری هم یه استکانی سر بکشه خیلی قوم بداره. مثل سوپ. خسته نباشین، دست شما درد نکنه. نوش جان.